دوست دارید عکس مادر واقعی بازیگرای ترک سال 2020 رو ببینید؟ اصلا دوست دارید ببینید این دوتا شبیه هم هستن یا نه؟ من که خیلی کنجکاوم. بیاید این ویدیو رو با هم ببینیم. البته قبلش یادتون نره که روی دکمه عضویت بزنید و عضو کانال ما بشید، چون کانال ما پر از ویدیوهای باحاله. شماره 10. توبا بویکوستون. اسم مادرش هاندا بویکوستونه و دارن توی استانبول زندگی میکنن. شماره 9. مریم اوزلی. مادر مریم اوزلی خودش هم یه بازیگره، اورسولا اوزلی، که اصالتاً آلمانیه و تابعیت آلمانی ترکیه‌ای داره. شماره 8. برگوزار کورل. برگوزار یه خانواده هنرمند داره. اون دختر تونجا کورل معروفه و مادرش هولیا دارجان بازیگر ترکیه است. شماره 7. آسلی انور. دیلک انور مادر مهربان آسلی انور یه زن ترکیه‌ایه که وقتی برای تحصیلات به لندن میره با پدر آسلی اونجا آشنا میشه. شماره 6. برنسات. مادر برنسات، آیلا سات، یه معلم بازنشسته زیبای اهل آنکارا است. شماره 5. الچین سانگو. اسم مادر الچین نیسر سانگوست. اون تنها فرزند این خانواده است. شماره 4. هاندرچل. اسم مادر هانده آیلینه. اون سال گذشته به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت. بعد از اینکه خواهرزاده هانده به دنیا آمد، به یاد مادرشون اسمش رو آیلین گذاشتن. شماره 3. هازال کایا. آیسگول کایا مادر هازال وکیله. پدر و مادر هازال هر دوشون وکیلن و از 7 سالگی هازال از هم جدا شدن. شماره 2. فاهریه افجن. اسم مادرش حاتیمه افجنه. خانواده مادریش از قوم چرکس هستن. شماره 1. دمد اوزدمیر. اسم مادر دمد آیسن سنره. مادر دمد زندگی سختی داشته و وقتی از همسرش جدا شده برای ساختن آینده دختراش به استانبول مهاجرت میکنه. شما از بین این بازیگرها کدومو بیشتر دوست دارید؟ برامون کامنت کنید. در ضمن لایک هم یادتون نره.